دوبله شده در استودیو جیم. خسته نباشین. ممنونم. میشه 2 تا قهوه بهمون بدین؟ یکشون با شیر بادوم باشه. هر دوتاش با شیر بادوم باشه. البته. لازم نیست به خاطر من علایق خودتو عوض کنی. هر جور که دوست داری اونطوری بخور. عوض نمی کنم که. نمیشه دوتاشونو دوست داشته باشم. اما تو بازم از علایق خودت دست نکش، وگرنه مجبور میشم با یکی باشم که عین خودمه. میفهمی؟ چیه؟ میترسی 2 تا دمیر ارندیل باشه؟ اون موقع پایان خوبی نداره. یعنی آخه تو همش میگی من غیر ممکنم. 2 تا غیر ممکن مگه میشه؟ نمیشه. به نظر من خوب با هم کنار می اومدین. هر روز صبح ساعت 5 توی حیاط ورزش میکردین، بعد آب میوه‌های گیاهیتون رو درست میکردین و تو چشای هم نگاه میکردین و با هم میخوردین. میوه‌هاتون رو با چاقو و چنگال میخوردین، یه جای ثابت میشستین و همش در مورد کار حرف میزدین. من همش در مورد کار حرف میزنم؟ حرف نمیزنی. خیلی خوششانسی که منو داری. این درسته؟ خیلی خوششانسم. نمیدونم این خوششانسی هم همینجوری ادامه پیدا میکنه یا نظرت چیه؟ قهوه‌هاتون؟ خیلی ممنون. بفرمایید. ممنونم. یکی از اینا هم برمی‌دارم. البته. بیا عزیزم. آی. اصلا شبیه من نشو، چون اینجوری خیلی قشنگ‌تری. رنگی رنگی، با مزه، خونگر، معصوم. میخوای دیگه بریم؟ دیر نرسیم شکل. ببین امروز هوا خیلی خوبه. آره تابستون داره تموم میشه، یکم دیگه هوا گرمه، بعدش دیگه همه چی یخ میکنه. فیروزه ببین چی میگم تا هوا خوبه میخوای بچه ها رو واسه شام دعوت کنی؟ لوکس و دمی رو میگی؟ آره امشب دعوتشون کنیم بیا. راستش تازه اون آشتی کردن، خب بذار یکم تنها باشن و با هم خوش بگذرونن، ولش کن. اینطوری میگی اما اینا وقتی تنها میشن دعواشون میشه فیروزه. آره درسته، اینا وقتی تنها میشن یا دعوا میکنن یا میافتن زندان. راست میگی. آره موضوع حساسیه، بذار یکم به همه چی خوب فکر کنیم باشه. تو خوب فکر کن اما سریع تصمیم بگیر که من همه چی آماده کنم. صبح بخیر عزمی خانم. صبح بخیر دمی خانم. خسته نباشین مروه خانم. پرونده‌های ساخت و ساس رو جمع کردم دمیر خان، براتون بیارم؟ لازم نیست، همینجا نگاه کنم. باشه. خب پرشای زیادی دستمون نیست، فقط پرشه دریم خانم هست و یه چند تا پرشه کوچیک دیگه. خب از کدومشون شروع کنیم؟
جزئیات این طراحی‌ها رو داری؟ البته. میشه اونا رو ببینم؟ Zamansızca karşımda hayalin rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşkta inanmışım yalandıya kalbim senle durdu hepsi boşlukmuş oysa şimdi gücümde sığımda solumda ah her yerde sen evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden bir de artık keşke durup aklıma gelmesen anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden İşimde gücümde sığımda solumda ah her yerde sen anlatsam anlamazsın mevzu لرکس خانم همش داره به تلفنتون پیام میاد یه نگاهی بندازین ممکن است طرف مشتری‌ها باشه دمیر اینجوری نکن دیگه. İşimde gücümde sığımda solumda ah her yerde sen آیده خانم بهتره شما اینا رو جمع کنین تو تراس ادامه میدیم باشه؟ البته دمیر. durup aklıma gelmesen anlatsam anlamazsın mevzu kalbinden anlatsam anlamazsın mevzu barara bir barara دیدی چقدر به هم میان؟ اولین بار دمیرخانو اینطوری میبینم. یعنی اینو همیشه اینطوری بودن؟ آره معلومه که اینطوری بودن. وای عزمیه باز شروع نکن همینطوری حالم بده. باشه فیروزه جون عزمیه جون چه خبر از کبوترای عاشقمون ها؟ وای خیلی خوشحالم یه جوری اومدن شرکت که خدا از چشم بد دورش کنه. واقعا یعنی رابطهشون خیلی خوبه. آره مثل اصل میمونن. نقشه حسادت دمیرخان جواب داد. رو میز لروکس هم کاده گذاشتم همونطور که گفتی ادامه میدیم. خوبه الان باید مراقب همه چی باشیم. تو با لروکس حرف بزن ببین چه اتفاقی افتاده یعنی طبق برنامه ریزی ما پیش رفتن یا نباشه. باشه الان میرم میپرسم. زود باش به همم زنگ بزن میبوسمت. انگار خبرهای خوبی داری فیروزه. وای بزن به تخته که همه چی خوبه. دمیر و لروکس همونطوری که میخواستیم شدن. خدا رو شای دیگه هم نمیگن ما توی خونه زندگی نمی کنیم. خب دیگه این موضوع هم حل شد یعنی باید هم حل میشد مگه نه؟ دقیقا. دمیرخان همه پروژه‌های سازی آرتمی مینا هستن. بقیه کار دست بوراک خانیناست. برای همین هم متاسفانه مشتری نداریم. اگه لیریم خان کارهای هتل رو پس نگرفته بود قسمت سازا هم کار زیاد داشت اما متاسفانه اون قسمت مدیریت نشد. آیدا هیچ وقت برای پیدا کردن مشتری جدید مشکلی پیش نمیاد نگران نباش حلش میکنی. چجوری میخوای حلش کنی؟ خیلی کنجکاوم بدونم. بازار بورس هیچ تکونی نخورده همه سعی میکنن پولاشون رو نگه دارن. پس میخوای یه چیزایی از من یاد بگیری خوبه؟ اما شرکت ها از هم جدا شدن برو. اینا مخصوص شرکت آرتمیم هستن. ببین اگه سالها خارج از کشور نبودی شاید اینجا یه روابطی داشتی اما همچین چیزی هم نداری. یه هوی اومدی سهام آرتمیمو خریدی. راستی دمیر هدف تو چی بود؟ در مورد این بعداً حرف میزنیم. الان جلسه داریم. البته اگه اجازه بدین. اوه معذرت میخوام من حواسم نبود. دمیرخان حالتون خوبه؟ وضعیت شرکت رو میدونی آیدا. برای سرپا نگه داشتن آرتمین باید بهت اعتماد کنم. میتونم بهت اعتماد کنم آیدا؟
من الان هرچی به شما بگم بیفایده است، اما حداقل میدونین که چقدر نسبت به کارم صادقم. باش، پس به کارمون برسیم. دخترا، این هدیه و یادداشتا رو مشتری نمیفرسته. من فکر میکردم دمیره، اما اونم نبود که. اعصابم خیلی خورد شد. خوبه دیگه طرفدار مخفی داری عزیزم. آی چه طرفدار مخفی؟ تازه با دمیر رابطمون درست شده، حوصله این چیزا رو ندارم. خب ببینم دمیر خان در مورد این کادو چی میگه؟ هیچی که نمیگه، اما یه جورایی ناراحت میشه. خب منم ناراحت میشم. امروز صبحم جلوی درمون گل گذاشته بودن، الانم که این عزمیه. کی بود این آورد؟ من از کجا بدونم جونم؟ جلوی در شرکت پیدا کردم، روش اسم تو رو نوشته بود، برای همین گذاشتم رو میز. یعنی چی؟ یعنی یادداشتی چیزی نداره؟ اینجاست. یه سری نوشته‌های بی ارزش و چرت و پرت برام میذاره. اصلا هم اینجوری نیست. خیلی هم خوبه، حتی خیلی شاعرانه است. حاضر برای غذا هم دعوتم میکنه و نمیاد. بهتر که نیومد، وگرنه از شدت عصبانیت موهامو میکندم. حالا تو یا دمیر خان؟ وای اگه کسی بخواد بین شما قرار بگیره بیچاره میشه. صبح بخیر. صبح بخیر بوراک. یه مشتری جدید داریم، بریم تو راه برات تعریف میکنم. بریم. منم بیام؟ نه اول بذار مشتری رو به دست بیاریم بعدش. خب زود باشین برین و مشتری رو به دست بیارین. خب دیگه فعلا. جواب داد. الو فیروزه جون. الان با لروکس حرف زدم. با دمیر خان با هم آشتی کردن، هم دمیر خان از حسودی داره دیوونه میشه. وای عزمیه جون، خدا رو شکر، خدا رو شکر. پس دیگه کارهای هدیه رو بیخیال شیم، باید نقشه های جدیدی بکشیم. خب چی کار کنیم؟ مانع دعواشون بشیم، نمیذاریم همه چی رو خراب کنن دیگه. چرا دعوا کنن؟ اینا که همدیگه رو خیلی دوست دارن، اینا عاشق همن. دعوا نمک عشقه. آره اما وقتی با هم تنها میشن آخرش سر از کلانتری در میارن، برای همین نباید بذاریم دعوا باشه اما نمیشه که همیشه کنارشون باشیم. باید باشیم دیگه. تو، من، آیدا، مروه اصلا نباید تنهاشون بذاریم. خب دیگه بعد از ظهر بیاین هپی پای، اونجا با هم حرف میزنیم. باشه قربونت برم، میبینم میبوسمت. چی بود؟ اینجا با مشتری قرار گذاشتی؟ آره همین دور و برا کار داشته، گفتم همینجا ببینیم همدیگه رو، هم با هم صحبت میکنیم هم با هم آشنا میشیم. خیلی خب باشه، هر چی تو بگی. خوش اومدین. اسمتون؟ بوراک یانگل. بفرمایید. عزمیه خانم. بله دمیر خان. میشه بیاین اتاقم؟ همین الان میام. دیدی؟ خودش کوچیکه اما تاثیرش خیلی بزرگه، هنوز داخلشو نگاه نکردم. بیا. اومدم دمیر خان، بفرمایید. عزمیه خانم میتونم اسم تمام محصولاتی که امروز صبح وارد شرکت شدن رو بگیرم و همینطور دیروزی ها رو؟ مال کدوم شرکت رو پرسیدین؟ اونایی که برای آرتمیم اومدن یا اونایی که برای بخش معماری اومدن؟ مشکلی هست؟ نه نیست. شما لطفا هر دوتاش رو بیارین، منتظرم. البته دمیر خان.
جلساشون یکم طولانی شده اما زیاد دیر نمیکنه. خوبه، حداقل کل روزو اینجا منتظر نمیمونی. انگار خیلی دوست داری زود برگردی شرکت. با دمیر رابطه داری؟ نیازی نیست مخفیش کنی لروکس. هرچی باشه دیگه قانون ممنوعیت عشقی نداری. دلیل اینکه اومدم قسمت تو این نبود براک. من استعفا داده بودم و میخواستم برم. من اونجا نیستم لروکس. دلیلش هر چی میخواد باشه همین که بدونم تو قسمت منی خیالم راحته. هم با بهترین دوستم و هم با بهترین معمارم کار میکنم. پس فکر تو چی درگیر کرده؟ لروکس همین چند روز پیش وقتی با طرف بحث میکردی بیهوش شدی. من نمیخوام تو رو ناراحت و مریض ببینم. دیگه همچین اتفاقی نمیفته، نگران نباش. یه خونه، یه محله کار. اگه مشکلی پیش بیاد چی میشه لروکس ها؟ کسی که در موردش چی نمیدونی اگه چیزایی بدونی که خوشت نیاد جایی برای فرارم نداری. فرار نمی کنی، میشینیم حلش میکنیم. اگه حل شدنی نباشه میشه این موضوع تموم کنی؟ باشه، اما تو بازم همینطوری به اون اعتماد نکن. لروکس تو فقط 2-3 ماهه که دمی رو میشناسی، حتی نمیدونی قبلا چی کاره بوده، چی کار کرده. من ببخشید. بله بابا. الان؟ دوبله شده در استودیو جن. باشه. چی شده؟ هیئت مدیره جلسه دارن، در مورد کارهای جدید میخوام با من حرف بزنم. پس برای جلسه من زنگ بزنم به کنسل نکن، من باهاشون آشنا میشم و حرف میزنم. مطمئنی؟ آره، تو برو به کارت برس. باشه، پس تو شرکت میبینمت. میبینمت. کجایی؟ منتظر جلسه. زود برگرد، دلم برای تنگ شده. دخترا شما کجایین؟ گفتیم تو تراس کار کنیم، مگه چی شده؟ دمیر خان دنبال ما میگرده، مثل یوز پلنگ بو میکشه و دنبال ما افتاده. یعنی چی دنبالمون افتاده؟ سعی میکنه بفهمه اون شکلات اوکس اومده از طرف کی بوده. نباید بفهمه کار ما بوده. نمیفهمه مگه نه؟ آمار هر چیزی که برای شرکت فرستادن میخواد. اگه آمار بدم میفهمه کار مروست، اگه ندم میگه چرا ندادی. من نمیدونم چی کار بکنم. باشه یه لحظه استرس نداشته باشین. تو لیست اسامیو به بر بده وگرنه شک میکنه. خب بعد به شکلات فروش زنگ بزن. باشه مروه تو هم به گل فروش زنگ بزن، بهش هشدار بده، بگو اگه یکی در مورد سفارش چیزی پرسید بگه اسمی به ما ندادن و فقط پولشو پرداخت کردن و از این حرفا. باشه. اگه بفهمی این دفعه من هم اخراج میکنه. راستش این دفعه از ریشه هممون رو میزنه نابود میکنه. الو گل فروشیه. ما برای شرکتمون یه سفارش داده بودیم، یادتون میاد؟ ها؟ لروکس خانم. برج خان، سلام. سلام، خوب هستین؟ بفرمایید، ممنونم. اون یکی جلسمون خیلی طول کشید، ببخشید شما را منتظر گذاشتم. نه مشکلی نیست، متاسفانه براک خان نتونستن تو این جلسه باشن. مشکلی نیست، به من زنگ زدن. هوای آزاد، همش تو 4 دیواری هم. میخوام که جلسه های کاری بیرون برگزار بشه، حداقل از فصلهای سال با خبر میشه. پس سرتون خیلی شلوغه. بله شما هم اینطوری هستی. براک خان گفتن کارهای یتیم خونه رو دیدم، خیلی تاثیرگذار بودن. راستش از این که قرار بود با دمیر خان کار کنم هیجان زده بودم، اما انگار آرتمیمو تحسین کردم. اما اکیپ ما روی پروژه یتیم خونه کار کرده بود، تهیه کننده من و براک بودیم. عالیه، خوشحال شدم اینو شنیدم. در ضمن توی یه مکان با دمیر خان همکاری میکنیم، یعنی تو کارهای شما با ایشون مشورت میکنیم حتما. خوبه، پس بذاریم من یکم از کارهای خودم به شما بگم. اما قبلش قهوه بخوریم، برای شما هم سفارش بدم. خوشحال میشم. دستمون هیچ مشتری نیست فدات. باید فوراً برای قسمت سازه مشتری پیدا کنیم. من چند تا کار گیر آوردم.
امروز در مورد پروژه یتیم خونه باشون صحبت کردم. شرکت‌های بزرگیه. اگه میخوای میتونم باشون آشنات کنم. شاید یه کاری از توش در بیاد. آره اگه آشنا بشیم که خیلی خوبه. راستی یه شب ردیف کن با هم غذا بخوریم. ببین چی میگم بدات. اگه تو اینقدر دلت برام تنگ میشه من بیام اینجا زندگی کنم ها؟ هر شب میتونیم با هم بخوریم، با هم بنوشیم. نظرت چیه؟ پسر مگه من اینو میگم لروکس هم بیار تا براتون ماهی درست کنه. باشه بهش میگم. آره بهش بگو. ببین منو بدات. یه وقت پیش دختری چرت و پرت نگیه. بچه بود اینطوری بود اونطوری بود. چه میدونم یه روز افتاد کله‌ش یکی از یا میرفت خونه همسایه سگ همسایه گازش میگیره. چون من میدونم اون همه اینا رو ازت میپرسه. چی شده دمیر؟ ترسیدی شخصیت جلوی لروکس خراب بشه؟ بی خیال بدات. مگه چیزی هم واسه مونده؟ دختره همه دیوارا رو شکست خراب کرد. دستش درد نکنه الان همه تیکه‌هاشو داره یادآوری میکنه. آخش برای آدمی مثل تو یه همچین دختری لازم بود. تو بازم به حرفایی که میزنی دقت کن. انقدر سریع از یه موضوع به موضوع دیگه میره که خودت هم هیچی نمیفهمی. راستش یهویی دیدم داریم در مورد مسائل خانوادگی حرف باشه دمیر جون. خودتو خسته نکن. از خانوادت حرف نمیزنم. حل مشکلی نیست. الان میام. باش. نمیتونم برگردم، جلسه طول میکشه. تو خونمون میبینمت. هی ممنونم. بفرمایی. بفرما دخترم. وای دستتون درد نکنه. نوش جون. کم مونده بود دمیرخان مچمو بگیره. اگه لیستو میگرفت به همون تیراندازی میکرد. حالا نمیدونم زنگ زده یا نه. راستش من به گل فروشی سپردم. بهش گفتم اگه چیزی بگه من خودم حسابشو میریزم. به شکلات فروشم زنگ زدم اما دمیرخان کارشو بلده. میدونم خدا کنه نتونه از زیر زبونشون حرف بکشه. شما اصلا نگران نباشین. ما خودمون ذهن دمیر رو به هم میریزیم. شب میخوایم اونا رو برای شام دعوت کنیم. میخوایم نبضشون رو بگیریم. وای خیلی خوشحال به نظر میان. یواشکی به همدیگه پیام میدم. مطمئنم عاشق همدیگه شدن. دمیر خانم خیلی خونسرد شده. امروز بروک خواست اعصابشو خورد کنه. اصلا به روش نیاورد. آفرین چشم نخورن. چشم بد دور. الان اینطوری میگه اما دیشب کل جهیزیه رو باز کرده بودی و میگفتی به نظرت لروکس کدومشون رو میپسنده. شما نمیخواد جهیزیتون رو ناقص کنی؟ خدا میدونه شاید قسمت شما بشه. از دست تو این سن مگه سنتون چشه؟ واقعا که نگی. مگه نه. تجربه عشق تو هر سنی یه مزه‌ای داره لیلا جون. تازه خاطرخواهم که دارین. تونستی چیزی بفهمی؟ چیزه بذار اول سالادم رو بخورم خیلی گشنمه. فرخ خیلی خب باشه. پس آماده شو چون میخوام بمب بزرگ رو بتره کن ببینم. در ضمن برای این دوتا اطلاعاتی که گرفتم کلی پول هزینه کردم. گفتم در جریان باشی. شروع میکنم. نه 2 سال پیش دمیرخان با یه زن نامزد کرده بوده. نامزد کرده؟ میدونستم یه رازی داشته. خب بدنش زن اونو ترک کرده اما اونطوری که انگشترشو پرت کنه و بگه خدافظ نبوده ها. یهویی غیبش زده. تازه‌شم ردی از خودش به جا نذاشته. حتی همکاراشم نمیدونستن دختر کجا. چرا؟ مگه با زنی چیکار کرده؟ اون قسمتشو کسی نمیدونه. چطور نمیدونن؟ اگه چیز بدی نباشه چرا زن یهویی غیبش زده؟ خیانت کرده، کتکش زده، ترسوندتش. بگو دیگه فرخ. من چه میدونم آخه بوراک. اما بعد از رفتن نامزدش دمیرخان خیلی داغان شده. یعنی با همه دعوا کرده. از شرکتی که کار میکرده جدا شده. یعنی به هر حال به ته خط رسیده بوده. اینا خیلی خوبن فرخ. گذشته دمیر از اون چیزی که فکر میکردم بدتر. 1 سال بعدش کلی کار کرده. کلی جایزه گرفته. بعدش همه میافتن دنبالش. اونو بیخیال، موضوع ما اون نیست. تو ببین رابطش با اون زنه چطوری بوده. بعدم سعی کن یکم در موردش اطلاعات به دست بیاری. ای بابا اینا کارای آسونی نیست بوراک جان. تا همینجاش هم خیلی سخت بوده. فرخ تا فردا اطلاعات میخوام.
چیز دیگه هم نمیگم. اگه لازمه پول خرج کنی خرج کن، هر چقدر که لازمه. راستش تا چیزی نخورم نه چیزی خرج میکنم نه کاری میکنم. گرسنه. باشه بخور، بعدش پیدا کن. نقطه ضعف دمیر اون زن است. اگه اون زنه رو پیدا کنیم میتونیم چهره واقعیشو به همه نشون بدیم. ساکیز آی خوش اومدی. ما هم منتظر تو بودیم. چرا اونطوری نگاه میکنی؟ یعنی این خونه اینقدر خوشگل بود من متوجه نشده بودم. دارم به اون نگاه. تو که میخواستی منو از این خونه بفرستی برم. نمیتونی جایی بری. قفلا رو عوض کردی، منو پشت در گذاشتی. اون قبل از این بود که بفهمم تو همچین خانومی هستی. چه جور خانومی؟ خانومی که همه قله ها رو کنترل میکنه. دمی چی؟ زود باش باید بریم. کجا؟ خاله لیلا ما رو برای شام دعوت کرده. خوبه. شوخی قشنگی بود. یکم بیمزه بود اما بازم خوب بود. یعنی شوخی نمی کنی؟ اوف لیروکس این دیگه از کجا در اومد؟ خب چی کار کنم؟ نتونستم رد کنم. اخلاقشونو که میدونی هی اصرار میکنم. این دفعه سمت کسی چاقو نمیکشی. خب الان نمیدونم که. خوبه، خیلی خوبه. چاقوها کشیده شدن پس معلومه که دادم جواب داده. معلوم نیست از کجا پیدا شد. صبح مضطربین، برای همین گفتم عصرا بیام پیشتون. خوش اومدی. ممنونم. چه کار خوبی کردین. پس من برم یه قهوه درست کنم. منم بیام تو. بفرمایین خونه خودتونه. چطوری ساکیز؟ وای امروز چقدر شلوغه. پیروزه خانم اینا رفتن یکم پیش فرستادمشون. گفتم برن شامو به خیال راحت درست کنن. خب معلومه مهمونشون مهمه. آره دمیر خانو بگو خیلی به هم دیگه میاد. ای مروه بالاخره خوشبخت شدن. به خدا انگار یه بار 100 کیلویی از رون برداشته شد. آره بالاخره همه چی رو برا میشه. نه دقیقا رو برا شد. آره چی شد عزیزم؟ نکنه دلت برای شوهرت؟ خب معلومه که دلم براش تنگ شده اما حالا اون به کنار. فکرم درگیر چیز شده. خب من به دمیرخان همه چی رو لو دادم. موضوع مشتری هیولارم که گفتم. باشه خب همه چی رو فهمید و بخشید. اما من بهش گفتم که زن مافیان بوده. یعنی خب الان دیگه همه چی روشن شده. طرف هممون رو جمع نکنه بگه شما با مافیا چی کار دارین. اون وقت ما چه غلطی بکنیم؟ راستشو بهش میگی. مگه براک اون زنه رو بهتون معرفی نکرد؟ مبادا به خاطر دفاع از اون پسر دروغای چرت و پرت بگینا، وگرنه من راستشو بهش میگم. خوبه. 2 تا تکلیف انجام دادین اما چرا اون یکی رو انجام ندادین؟ یعنی بالاخره قطعا 2 تاییتون یه کارایی دارین که تا حالا انجام ندادین مگه؟ راستش اون شب نتونستیم پیدا کنیم. شب یه لحظه. هر 2 تاتونم داخل خونه اون شب 10 دقیقه تو چشمای هم نگاه کردین. بعدش راستش 10 دقیقه نگاه نکردیم. همینجوری میگن 10 دقیقه مگه نه؟ مگه میشه جونم؟ به خدا الان عصبانی میشم.
شما نمیتونین خود سر تکالیف انجام بدین وگرنه محتواش از بین میره. منم گفتم اما اون زمان این آقای محترم از بنده دوری میکردن. آره. خب خانم محترم، میخواین به آقای دکتر توضیح بدین که چرا میخواستم ازتون دور باشم؟ یعنی آره ممکنه من مقصر باشم. از چه لحاظ؟ یعنی ممکنه یه سری اشتباهی کوچولو موچولو خیلی کوچیک کرده باشم. آره خیلی کوچولو شاید. کوچولو موچولو. وقتی اینجوری میگه خیلی بامزه. بذارین من حقیقت قضیه رو توضیح بدم. ایشون برای اینکه منو از کار و خونه بیرون کنه هر جور نقشه‌ای که بگین کشیده. کافی نبوده، رفته با مافیا هم توافق کرده. در ضمن در مورد اون موضوع هنوز حرف نزدیم، فراموش نکرد. دمیر ما این موضوع رو بسته بودیم که اونا وقتی بود که تو تازه اومده بودی، بعدش من همه چی رو کنسل کردم. یعنی نپرسم دوست دخترم با مافیا چی کار داشته؟ دوست دخترم؟ دوست پسرتونه؟ راستش من اولین باره که اینو میشنوم به گوشم یکم عجیب غریب اومده. دمیر میشه یه بار دیگه بگی؟ لروکس لطفا بگیم دمیر خان یه بار دیگه. بنیامین خان بیخیال باشه ولش کن، بعدن به هم میگی. به توافق رسیدین؟ عاشقشم، اما جزئیات موضوع رو میخوام بدونم. شما بگین لطفا. اما بنیامین خان ما امشب یه جایی دعوتیم، میترسم دیرمون بشه. باشه، جلسه بعد در مورد جزئیاتش حرف میزنیم. باشه؟ شما هم یادتون نره که اون تکلیف دوم رو انجام بدین. البته. خیلی خوشحال شدم، واقعا خیلی خوشحال شدم. کاملا مشخصه. روز بخیر. روز شما هم بخیر. دوبله شده در استودیو جن. یه لحظه ببین. الان اینجور آماده شدن بیرحمانه خوشگلت کرد و یعنی همه اینا به خاطر فیروز خانم ایناست؟ نه، چون دارم با تو میرم. یه لحظه وایسا ببینم. یعنی من روزای دیگه خوشگل نیستم؟ آره؟ برو کنار. دقیقا هم زد تو هدف. اشکال نداره، هم خوشگله هم دستش سنگینه. دیوونه. زود باش حاضر شو. در مورد اون قضیه مافیا هم حتما حرف میزنیم خانم محترم. اینم از این. وای 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 فیروزه تو رو خدا این گلبرگا رو کم بریز بابا. تو هپی پای مشتریا برای همین بشقاباشونو برمیگردونن. موضوع امشب عشقه، البته که باید گلبرگ بریزی. ببین منو فیروزه، مبادا یه وقت پیش بچه ها موضوع عشقای قبلی رو بازگو کنی یا کسی نمیخواد به ماجراهای عشقای تو گوش کنه گفته باشم، فهمیدی؟ پس دلشون میخواد ماجرای جهیزیه تو رو بشنون. آره؟ کارت خیلی زشت بود فیروزه. میدونی که من چقدر رو این موضوع حساسم، عمدن این کارو میکنی. آره خودتو جمع جور کن لیلا، مبادا حال بقیه رو بگیری یا نباید گریه کنی. امروز میخوایم خوشحال باشیم. باشه زود باش. باشه برو بچه ها پشت در نمونن. چقدر خوب که من این روزای قشنگم دیدم عزیزم. چشم نخورین، چقدر به هم میای. خوش اومدین. بیا تو بغلم. وای خوش اومدیم. چشم نخورین. بفرمایید. تصورشو بکن داداش بنیامین، در مورد رابطمون همه نظر میدن. شما ابراهیم جان به اولین مشکل رابطتون برخوردین. این چیزی ناراحتتون کرده؟ وای خیلی ببخشید، انقدر ناز شدین که من احساساتی شدم. ببخشید.
ببخشید دردت اومد داره. آهان حالا رازشو فهمیدم. پس سهام شرکت رو برای دسترسی به نامزد سابقش خریده. اصلا هم جوری نگاه نمی‌کرد آدم اذیت بشه. تو زیادی به آدم اطمینان کن. من به خودم اعتماد دارم. بفرمایید. لروکس جوری اومدی انگار داشتی فرار میکردی. متوجه منم نشدی. انگار یه چیزی شده. آره شده. مخ بعضی از زنها رو خیلی سخت میشه زد، اما بهتریناشون لجبازتریناشون.